در 8 می 1991 3 فضانورد شوروی دارن آماده میشن که به ایستگاه فضایی میر فرستاده بشن. علاوه بر میر چند ایستگاه فضایی هم در فضا داشتن که ایستگاه میر متعلق به شوروی بود و ایستگاه اسکایلب هم مال ناسا. ایستگاه میر مشترک بین آمریکا و اروپا استفاده می شده. در این ایستگاه ها این دو کشور با هم جنگ سرد نداشتند و خوب است بدونید در ایستگاه فضایی بین‌المللی هم فضانورد آمریکایی و هم فضانورد روسی قرار داره. کمی به گذشته برگردیم، یعنی در سال 1991 3 فضانورد که 2 تاشون شوروی و یکی از اونها انگلیسی بود وارد ایستگاه بایکنور قزاقستان شدند تا به طرف ایستگاه میر پرتاب بشن. این 3 نفر چه کسایی بودند؟ آناتولی آرتباسکی از شوروی و هلن شرمن از انگلیس و سرگئی کریکالف از شوروی بودند. قرار بود این 3 فضانورد 144 روز در ایستگاه فضایی میر بمونند و دوباره به قزاقستان برگردند. اگه به تاریخ پرتاب یعنی مه 1991 توجه کنید، سالیه که شوروی در حال فروپاشی بوده، ولی با این وجود این پرتاب انجام میشه. جالبه بدونید اولین فضانورد در سال 1961 به فضا رفت و اون کسی نبود جز یوری گاگارین که گفته میشه این فضانورد رو با اتوبوس به منطقه پرتاب راکت آوردن که سوار فضاپیما بشه و بفرستنش فضا. این راکت پرتاب میشه و به ایستگاه میر میچسبه. این 3 نفر پیاده میشن و به ایستگاه میروند. ایستگاه میر خیلی کوچکتر از ایستگاه فضایی بین‌المللیه و خیلی هم بدبو بود. این بدبویی به دلیل سیستم فیلترینگ نسل اول بود، ولی اونها خیلی خوشحال بودن چون همه اونها پژوهشگر بودن و تونستن فضا رو پژوهش کنن. فضانورد مورد نظر ما سرگئی بود. او میگفت بقیه فضانوردها موقع بیکاری اونها کتاب میخوندن، ولی من از پشت پنجره زمین رو تماشا میکردم، نقشه ها رو نگاه میکردم. خلاصه این 3 نفر 5 ماه اونجا زندگی میکنن و قرار شد برگردن زمین. خانم هلن شورمن با کپسول به زمین برمیگرده، اما اون 2 نفر از شوروی باید منتظر میمونن تا کپسول بعدی آماده بشه. اما این کار 5 ماه طول کشید. به نظر شما در این 5 ماه چه اتفاقی افتاده؟ شوروی در حال فروپاشی بود و آخرین نفسهای خودش رو میکشید. کسی به فکر بازگرداندن فضانوردها نبود و هر فضانوردی که بخواد به زمین برگرده باید با ایستگاه پرتاب هماهنگی‌های ایجاد رو روی زمین انجام بده. یکی از مشکلات این بود که قزاقستان که از اونها در ایستگاهش پرتاب می‌شدن دنبال استقلال بود و اصلاً به ایستگاه فکر نمی‌کرد. در سال 1991 جمهوری شوروی یکی اعلام استقلال می‌کنند و قزاقستان مستثنا نبود. یکی از مشکلات اونها قزاقستان بود چون ایستگاه زمینی محل پرتاب اونها هم در کشور قزاقستان وجود داشت. بالاخره 2 ماه بعد قزاق‌ها تحت فشار مسکو یک کپسول به طرف میر پرتاب کردند. ظرفیت اون 1 نفر بیشتر نبود و میخواست آناتولی رو به زمین برگردونه و اون کپسول کار خودش انجام داد و سرگئی تک و تنها در فضا جا موند. مأموریت سرگئی تمام شده بود و فقط از پشت پنجره زمین تماشا میکرد تا اینکه در روز کریسمس 1991 موقعی که گورباچوف استعفا میده و شوروی به طور رسمی فروپاشی میکنه، سرگئی به سختی در یک جای تنگ و بدبو شب و روز خودش رو پشت پنجره میگذرونه و آرزو داره یک بار دیگه پا به زمین بذاره. 3 ماه بعد در سال 1992 موقعی که دولت جدید روسیه و دولت قزاق‌ها تماس میگیره و اجازه پرتاب کپسول رو از اونها میگیره، قزاق‌ها موافقت میکنن تا کپسول رو به میر بفرستن. اون تونست رکورد طولانی ترین مدتی که یک فضانورد در فضا مونده رو بزنه و 305 روز به طور مداوم زندگی کنه. گریکالن 4 سال رکورددار بود تا اینکه یک فضانورد روسی تونست 347 روز در این ایستگاه دوام بیاره. این رکورد یک رکورد پرریسکه که باعث میشه بدن انسان ضعیف بشه و بیماری‌های مثل پوکی استخوان و سرطان درگیر بشه. فضانوردها باید روزی 2 ساعت ورزش مداوم کنن که استخوان‌هاشون فعالیت داشته باشه.
سرگی بعد از بازگشت زمین خیلی ضعیف شده بود که گفته میشه به خاطر استرس زیادی بود. بعد از مدتی از پیرو به راه شدنش میگذره و همه فکر میکنند که سرگی دیگه ادامه نمیده، اما اونها اشتباه کردند و چند وقت بعد به فضا برگشت و این دفعه 803 روز در فضا موند، اما به طور مداوم این کار انجام نداد. اون الان یک فضانورد 63 ساله بازنشسته است و او آخرین بازمانده از شورویه، چون بعد از اون شوروی تجزیه شده و کشوری به عنوان شوروی وجود